آی به کوچه نرو که خارو داره دلارامه ببین مریم پلنگ گلدار داره جانم میرسه دستو بگردم و ما که میرسه صد نازو داره و ما که میرسه صد نازو داره یعنی جمعه خیلی هست بیاره کی؟ کسکنیه بیشتر کسی نیه بیگونه کسکنیه نه بدنم ما خود مرگوش میگه جفت کنیم بیگونه مرز مایه اینجا گفت یا الله بیا کار تو تو میمونی کجای خاله ما کجای؟ امیر من با تو میگم های چرا های؟ ما تارتوقیم تارتوقم بدتری بخه برو خونه ما بیریش راحت گه پهله نمیام دیگه به خونه شما اگر تو دیگه من این خونه خودی هر چی مثل بگه روز آخری امرو چرا؟ جمع باش پوش بکن کجای خانه هم کجای؟ بزو سر همسایه رو بیرو نونال پخته میکنه که بیشنگی خود بخوردم حالی من که بیامد خوب ما بگی دست خوب آنی 15,000 پول بده دستی رو بگیر عباس آوردن سعی که تو چی میگم خوب این گوشا خور واکو بابا نانه خوب بابا این 15,000 ارزش نداره بفهمیدی؟ اگر تو بگی که نه ارزش داره چی ارزش نداره به پیش ما تو گپ هست اینجا که دست پیار ارزش نداره دست کی؟ دست پیار ارزش نداره دست پیار فرض نداره چه دست پیار تو؟ شما اما زن نگفتیم مثلا کمی خونه ام پیار تو اما زن نگفت کمی خونه باجی من امی خالی تو اما زن نگفت کمی خونه خواه منه با 15,000 پول بگفتیم ما بیا مفتزر کردیم خب بفهمیدی؟ های مدار تو اما زن فکر نکرد کمی خونه خواه منه بگیری با 15,000 پول با که بیمار ببردن خب برای مثل گاب باستو به چه خاله منی ما باور میکنیم برابر 10 بیشی پیاز مال به پیش مرزش دیدی ایتنیه که بی ارزش بشی اما نانه میگه برادر همین دوماد ما به سر جا خو همین خوار ما به سر جا خو اینا 7 ماه پیش بردن همین 7 ماه پیش پولا بستوندم گفتم ما چون 15 روزه میارم اگر اینا به هدف اینی که حق مال بخورم یا ندم چرا نمیدم ما 15,000 حق شما نمیخوره بخشش باشه بفهمیدی اصلا گناه از پیار منه من که به چی نبودم بگفتم بابا دست شما نمک نداره خدمت نکنی کی بابا من نمک یعنی گله کنه خدمت نکنی دست شما نمک نداره به حرف ما نکرده هی پیار به تو کم خدمت کرده ای بابا کم خدمت کرده من نوزبت دار کردم خب بستان افغانستان میگیشتی کسی موقع مورد به تو اعتبار میگه پیار میگه تو نوزاد دار که تو زن دار پول 15,000 پول چی هست؟ دقیقه زن دادم داده تو که به من ندادن تو داده ندیدی خب میگه به دقیقه تو زن دادن دیگه کی بود که تو زن ده؟ باشون تو میگی نمک کی آوردی با ما نمک؟ هی اگه پیار میگه به حرف ما میکرد و بگفتم بابا خدمت نکنیم به اینا که دست شما نمک نداره همه بگیره به 15,000 پولش مر بیا مفتزر کرد پاک اون شرف بود ما نمک نماستیم نمک نماستیم ما جای جو تو از دیگه جو میگی مدام تو بیا خو میگه پا بریم و گوشا خورم بگو یک چیز دیگه تو خاطر این پیلای تا حال بچه خالی بش ایتا بچه خالی منی آری تا دیگه رقم آدمی اصلا نگه اون خور نمیام والله نمیام با خدا کاسه شوی مونده ما پیش ما نمیمونه میخوریم صبح کاسه شو مونده ما پیش ما نمیمونش میخوری شو بخواد بگو مدام کن خوره خدا فیض خوره یا گوش مرتب تو مناری که من یاد دارم برای 15,000 پول به دست تو بدادم من یاد دارم بشمارم من کار ندارم تو حرف بلدم چی میگی خود کله گنده خود نمک من چون پیار من دست نمک نداره و کی پیار تو با من نمک آورده
راست میگه ننه من خدا ولستین مدام خون چکل میکن میگو خیلی من دومات ماما مشاغل نبینه این پیلا مال خود تا پت بخود آدم ریش سفیده یک باسکیل بخونم میارم گردن آما کجی؟ بله بابا کجا بدی؟ باید برم به سر زمینا بوسپندار وردارم بیارم ببرم به سر چاش شده بابا برون لقمه نونی بخور خب هم پولا هم 15,000 که دادم به دست تو که ببرد به سر خاله خوب بده به خاله خوب بودی عباس بابا ببر عباس بود صبح که شما بدادین پولار بدادون دست عباس گفتم عباس چه براره مهمی پولا کارور داره ببر بده به دست اینا بگو خیر بیدیم آفرین شما خمار به 99 شهر افغانستان بیا با مفتزر کرده شما حیفا و ما که به شما خدمت کردیم شما میتون نمک برما بابا به تو بگفتم تو هوشیاری به گپ میفهمی که این پولار ببر بده به دست اینا عباس میفهمه که چی بگه بر اینا میگفت میبردی پولار میدادی میگفتی از ما و شما دیگه خلاصه نه به چردوبر ما بیاین نه ما به چردوبر شما میایم جمع باشیم بابا از 6 تا به پولنر به عباس گفتم رفتی بگو عباس هم گپ نشه گفتم من پولار میبرم تو با برو گوسپندار وردار بیاره گفتن نه من درس دارم من وقت مکتب من میشه میرم به مکتب گفتم خود تا وقت مکتب خود پولار ببر بدی امی گپارم همه برای اینا بزن را خوب بگیر بیا با برو به مکتب خود گفت خوبه پولار بدون دستی که اون بره من معنی والی بیا مادم برم ما به تو گفتم که برو خودتو بده بگو دست ما دیگه نمد نداره میفهم بابا اگه دستا ما و شما نمد میدیش روزگار ما به این روز نمیرسید ما به هر که خدمت نکردیم یعنی این بدینی خدمت نخرید بدینی چی دینو گلاکینو که میتونم برون باشم دیگه اگر را دیگه چی گلیه دیگه ببین تو یا عباس یا مادر تو ببینم به سرای ناشستیم از ما و شما دیگه گندگیه نه بابا دیگه جمع ماشین بابا به سلام ما اگه ما بش چردی برنو درد و هر چی ماستیم دست ما نمد نداره نه میری به سرا میری ما برو چرخی به سرا بله بابا گوسپندار همالی بیارو بیاد هوا گرم شده بیاد از سری که خوب میاد هوا گرم به سرا خوبه بابا میاد لالا رمضان شن نور الله جان خیلی خیر سلامت جان شما جورت یار هستین شکر چیگه پای قراری فعلا از خدای خود عظیم تا به میسا الهی شکر کجا بریم کجا ما این بریم همین تو میرم برو سرزمینه خو من البته من نه خسور من این شب می تو به خونه نشیشته بودیم واقعیت مثل منیر بگم عظمی سراواده خوشی شما امینا خیلی گله داره همین تا دل درد داره خوب که از مال تا به یک مادگاه همین تا دردا دل خور بگه هنو اخلاصی نیه خوب گاپه میزنی لالا رمضان راست میگی من میفهم هر چه که تو از خوشی ما گله کنی من قبول دارم خوب دیگه حالا چه کار کنیم خوشی ما هم پیرزال شده نمیشه که من برای ازی مثلا یک کلمه گاپه بزنم حق کو حال ما نصیحت کنه حال 10 نفر ما که باز اور نصیحت کنه مسئله به سر چیه که مثلا گله داریم شما مسئله به سر مینه که می خسور من اینا از می خوشی شما و اینا مثل که 15,000 پول استونده بودم اینا از امروز که این پولا بستونم یک سره هم 24 ساعت زنگ میزنن که پولا ما چه کار شد فلان شد ایت شد خب بالاخره مگه ایت به خاطر 15,000 یک 15,000 ریپه که اینا کارت موبایل مصرف کرده 15,000 دفعه هم که یک نفر ری کردم و یک دم گیلک بیا یک دم زنگ یک دم چیکار کردم فلان سر این معامله امیم نمزد دریر میگی لک اینا میگه ما اگه نبودی کسی دختر خود بزرگ نمیداد به خاطر ما به جلوروی ما مرتکه دختر خود بداد بگی لک اینا همی زحمت ها همی مشکلات هایی که اینا به سر از اینا آمده ما به خاطر میری سفیدی ما مثلا همی به خاطر خوار خو میگه مادر گیلک به خاطر خوار خو مکه دوماد نایمی چی به خاطر خوار خو یک ذره خجالت نکشید که همی خوار برن دست تنگ یا دستی وای همی پولار دیره پس ری میکنه به خاطر 15,000 ریپه پول ابرو شرف میگه برختن یک سره زنگ میزنن 24 ساعت اگه زنگ نزدن خط ری کردن که این پولان بود آن پولان نرن ری کردن برای ولد کار خو میگه من خودی خوشلوچی خو خسور میگه قطع رابطه کردم اگر
همین زن من 40-50 سال به خونه منه، اگر همی بره به خونه خوار خو بره دیگه از همی زن تیرم، بچه ما بره به خونه خاله خو بره از همی بچه تیرم. ای تا کوفته خسور مکرده. ای لالا رمضان تو دلت هم خیلی درد داره مثل دل میباری. یاد اگر چیزی بگم شاید تو آدم بگی می غیبت خشوع خور میکنه. خدمتایی که به دنیا بود برای می خشوع خور می خسور بری خود این دستا نمک نداره. حالا دل من خسور من میگه، خسور من میگه دستا من نمک نداره به می خشوع. خدا پیار بیامرزه. به من 3,000 پول یک ماه نمیشد بداده بود. به من نداده، به دختر خود دادن که محفل می بچه خالی می بود میره به خود رخت بسونه کش بسونه. من روزا دستم تنگ یک 300 دفعه کمی گیلک بچه خود رای کد بدم سلام 300 دفعه من حساب کردم 300 دفعه نه به قصه خوار خونه نه به قصه دختر خود من که دومادی بودم اولادی به خونه به من رحم نکرد. آیا رگو به خوار خود رحم میکنه؟ یک گپای ما شما میزنین که چی بگم بیزار از من به شما میگم فقط دست خوب نالیم که اگر این دست نمک دیش ممنونیت می دست رو بعد مرتکب میکرد ولی که نکرد دیگه